سلام، صبح بخیر، صبح زیبای تابستونیتون بخیر. با اشکان اومدیم باغ. کارهایی که اینجا باید انجام بشه، یکیش اشکان توضیح بده چی کار میکنیم؟ آبیاری به صورت شلغم شلوار. بله. این سر رو میزنیم برای بیشتر شبیه سازی بارون. اینا درخت‌های زرش که توی مرحله چیه اینا الان؟ شکوفه داره. درخت چه بوده؟ چه فصلی؟ میدونم که تو آبان زرش زنیه. 4 ماه دیگه این زرشگاه به بار میرسه و سرخ میشه رنگش. زرشگاه چجوری میزنن؟ آره. شال پهن میکنن زیر درخت. با چوب میزنن، زرشگاه میریزه روی شاخ. یا این که با قیچی میان شاخهاشو میبارن. زرش که پفکی بهش میگن. آره، بعد زرشگاه رو میبرن میریزن روی میریزن روی تالار. باز رو تالاری داریم، باز زیر تالاری. اینایی که میره زیر تالار خب فقط دونه زرشکه. اونایی که روی تالاره شاخش هم هست. این تالاری که اشکان داره میگه یک حالت اینجوری چوبی اینجا میذارن، بعد با سرم یا با سرم یا تیران سرم. این چوبای قدیمی رو میگن سرم، چوبای درخت. این شاخهای زرشک رو از اینجا که میکنن، از اینجا مثلا به شما بگیم، میذارن روی این سرما و اینا خوش میشه دیگه. این دونه های زیبای زرش که الان به این رنگ میبینید اینجا خوش میشه. اینجوری وقتی تو دست میگیریم چیکار میشه؟ پفکی پوف میکشی و خوشمزه. آره، زرش که تازه ولی خب خیلی صفای دیگه ای داره. آفرین. چی رو میخوای نشون بدی؟ دوربین. اصلا بیا. آنباکسینگ داریم از دوربین شکاری مدل YFZ. این دوربین خیلی قدیمیه، حداقل 50 سال که داره، نداره؟ چرا فکر میکنم؟ این تالاره. اشکان بیا دوربین رو اونوری بذار رو دستم. با این دوربین قراره که ببینیم که اون نزدیکا چه خبره. چی میبینی؟ راجع به ادیتورمون نمیخوایم صحبت کنیم؟ ادیتور اینو حتما اینجا یه ادیتی. آره، این حالا ما میتونیم براتون تعریف کنیم که این چه کیفیتی داره. اشکان بیا تعریف کن. چیکار کنم؟ نگاه کن. شما فکر کنید که بچه‌ها این تصویر داره از تو دوربین دیده میشه. رو کوه اونجا رو چیه؟ چقدر روشی؟ دیگه یک در عکس 3:4 روشم. مثل اینکه زوم آیفون گله گوسفند. گله گوسفند باش. کجا؟ اینجاست. اگر یه تیرکمون داشتی و قدرت آرش کمانگیر میتونستی یکی بزنی. چقدر دور. آره، دوربین شکاری چیز جالبیه. این که آدم میتونه فاصله خیلی دور رو ببینه با کیفیت خیلی بالا. اون تصوری نداریم که این چجوریه اصلا تصویر. فکر می‌کنیم مثلا مثل زوم گوشی تصویر پیکسلش میاد پایین یا هر چیز دیگه. بچه‌ها تصویر فوق‌العاده شفاف و واقعی. یعنی فکر می‌کنید مثلا اون مسافت خیلی دور رو شما فکر می‌کنید که دارین از فاصله مثلا 2 متری یا 3 متری می‌بینید. خیلی دور یعنی اون دوره.